بابا کرم اثر حسین واثقی، خواننده حسین همدانیان. در مورد زندگی حسین همدانیان در ویدیوی قبلا توضیحاتی داده شده، اما در مورد حسین واثقی که یک آهنگساز فیلم به شمار میره و تقریبا میشه گفت پرکارترین آهنگساز موسیقی فیلم در ایران هست با بیش از 180 موسیقی متن، در سال 1314 در تبریز به دنیا اومد. او تحصیلات آکادمیک موسیقی نداشت و معمولاً طریق کارش به این شکل بود که قطعات رو میخوند و برادرش اسماعیل واثقی که نوازنده ویولون بود اون رو با ویولون مینواخت و به نوازنده ها یاد میداد و بالاخره با این همکاری قطعه ایجاد میشد و ضبط میشد و به همین دلیل او پدیده‌ای شد در موسیقی و سینمای ایران و برخی نوشتند که او بدون اینکه نوتی بنویسه یا سازی بزنه موسیقی فیلم‌های بسیار زیادی رو ابداع کرد. البته در جواب هنری موسیقی حسین واثقی رسمیت آنچنانی نداشت. در مورد تحصیلات او در بعضی جاها ششم ابتدایی قدیم ذکر شده و در برخی متن‌ها دیپلم متوسطه. او در جوانی در حدود 19 سالگی کار ساعت سازی رو شروع کرد و بعد در سال 1330 که با خانواده به تهران اومد 2 سالی به این کار ادامه داد و بعد در سال 1332 به رادیوی تهران رفت. در اونجا به عنوان خواننده کور استخدام شد و بعد به کمک برادر اسماعیل واثقی که نوازنده ویولون و آهنگساز بود به کار آهنگسازی برای خواننده‌های مختلف پرداخت و شروع به کار کرد. در وادی سینما در سال 1339 کارگردان و تهیه کننده به نام حسین امیرفضلی از او دعوت کرد که موسیقی متن هالو رو کار کنه، برخی از قسمتاشو، و این کار انجام داد. البته در تیتراژ اسم ایشون نیومد و راهی هم نشد برای ادامه کارش در سینما. اما در سال 1349 سرهنگ محمد شب‌پره پدر شهبال و شهرام شب‌پره از او دعوت کرد تصنیف بابا کرم رو بسازه و در اون فیلم که البته ترانه‌های فارسیش با حسین واثقی بود و ترانه‌های فرنگی کار گروه بلک کتس به سرپرستی شهبال شب‌پره بسیار پله ترقی خوبی برای حسین واثقی شد و راه واثقی رو به سینما باز کرد. او در همون سال موسیقی فیلم کوچه مردها به بازی فردین و ایرج قادری پرداخت و موسیقی متن اون فیلم رو هم ساخت. کار او متداوم ادامه داشت و بسیار پرکار بود تا اینکه بعد از انقلاب به واسطه محدودیت‌هایی که برای سینما و موسیقی اتفاق افتاد، او که 43 ساله بود و در اوج فعالیت‌های خودش قرار داشت منزوی شد و از سینما و موسیقی به نوعی حذف شد. در سال 1363 به اتریش رفت و بعد به آمریکا و در اونجا نتونست دوام بیاره. دوباره برگشت به ایران، سعی کرد که دوباره در موسیقی سینما کارهایی رو شروع کنه. در سال 1373 بعد از وقفه 16 ساله در فیلم‌های حامی، مرضیه و حالا چه شود کار آهنگسازی انجام داد و البته این باعث نشد که بتونه در این کار بمونه و بالاخره میشه گفت که این کار رو ترک کرد و با این کار خداحافظی کرد. چند بار به آمریکا رفت قبل از اینکه در ایران به واسطه بیماری دیابت و قند خون و همچنین قانقاری پاشو از دست بده و در خانه سالمندان اسکان پیدا کنه و نهایتاً در 15 بهمن 1386 در یک سکوت بسیار سردی به خاک سپرده شد. او همچنین به جز موسیقی متن فیلم ها برای ابراهیم حامدی یا ابی، ستار، داریوش، شاهرخ، مرتضی، فریدون فروغی و شهرام صولتی آهنگسازی کرده و تنظیم قطعات خاتون 1356، دکتر و رقاصه 1353 و بوسه بر لب‌های خونین در سال 1352 در کارنامه خودش داره و همچنین یک بار در فیلمی به نام اوستا کریم نوکرتین در سال 1353 بازیگری هم کرد. رقص بابا کرم بازمانده از دهه 1320 هست
این رقص که یک رقص کوچه بازاری و با عنوانی تخت حوضی یا روح حوضی به حساب میاد، جزو رقص‌های فولکلوریک ایرانی هست که در دوران معاصر ابداع شده. از ویژگی اون این هست که منحصر به مردان هست و بیشتر بر شانه و کمر مردان در این رقص تکیه میشه. رقاص معمولا لباس سیاه و سفید جاهلی میپوشه، یک کت مشکی و پیراهن سفید، معمولا لوگ بر گردنش میندازه و کلاه شاپو هم میذاره. هایده کشیپور که استاد رقص ایرانی هست در مورد داستان بابا کرم میگه که در زمان رضا شاه که موضوع کشف حجاب هم مطرح بود، خانم شاهزاده‌ای بود که یک باغبون مسنی داشت به نام کرم که به او بابا کرم گفته میشد. بابا کرم به تدریج عاشق این شاهزاده میشه و بعد که خانم به فرهنگ میرن، باغبون رو به مستی میاره و بالاخره از این عشق میمیره. در کتاب تهران قدیم در مورد داستان بابا کرم گفته میشه که در منطقه سیروس یا گوزرجمهری فردی به نام کرم کریمی قصاب محله بوده که معمولا به بچه‌ها شکلات و اینها میداده و بچه‌ها به اون بابا کرم میگفتند. بابا کرم معمولا با تشویق بچه‌ها دست تکون میداده و به حالت رقص شبیه به این حالتی که امروز رایج هست در رقص بابا کرم تکون‌هایی میداده به خودش و بعدها این حالت در کاباره‌ها با اضافه کردن حرکت‌های دیگه رایج میشه و این رقص به تدریج تکمیل میشه. اجرای این قطعه بر اساس اجرای حسین همدانیان هست که اولین بار شکل گرفته، بعدها البته افراد دیگه هم اون رو خوندن و اجرا کردن. در موسیقی این قطعه اون مواردی که ما در مکتب مطربی یا روح حوضی مطرح میکنیم بسیار مشهود هست و قطعه است که دوستانی که تمایل به مطالعه اون مکتب دارن میتونن از این استفاده کنن و به عنوان مرجع ازش بهره بگیرن. قطعه بابا کرم بیشتر در زابل چهارگاه قرار گرفته و یک بخش به مخالف هم نظر میکنه و بعد دوباره به زابل برمیگرده و فرود میکنه در چهارگاه. اگرچه در اجرای آقای حسین همدانیان چهارگاه 2 در نظر گرفته شده، اما در نوت‌نویسی که بنده انجام دادم اون رو در چهارگاه لا آوردم تا یک تمرینی برای هنرجویان تار و ستار برای مایه‌های دیگه در دستگاه‌های موسیقی ایرانی باشه. دانگ‌هایی که در این قطعه استفاده شدن: دانگ می، فا سوری، سول دیز، لا که این دانگ چهارگاه هست و بعد دانگ لا، سیکورون، دو دیز، ره که باز این هم دانگ چهارگاهه و این دوتا دانگ این قطعه رو میسازن. در جاهای دیگه که اگر در ساز میریم طبیعتاً تکرار همون دانگ‌ها در بم یا زیرتر هست. اگر دوستان تمایل دارن که اون رو در چهارگاه 2 بزنن، تمام نوت‌ها رو 1.5 پرده باید به بالا انتقال بدن، یعنی دو دیز روی می قرار خواهد گرفت در چهارگاه 2. حرکت ها قول محور دو دیز معمولا شکل میگیره که همون نوت زابل به حساب میاد در چهارگاه لا، یعنی درجه 3 و یه جایی هم به سمت فا سوری حرکت میکنه در اواخر قطعه، مخالف ما رو ایجاد میکنه. کوک ستار ای بمول یا جی دیز، ای بمول دو قسم آخر هم اف و به طور کلی یعنی دو سول لا کوک شده. علامت مایه نما فا سوری، دو دیز، سول دیز، سی کورون. چهارگاه لا هست. دو 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 لسی دو لسی دو لسی دو دو لسی دو لسی دو لسی دو دو می ره دو لسی دو دو می ره دو لسی دو دو سی دو ره سی دو ره سی ره دو سی ره دو سی ره دو سی ره دو سی دو می ره دو لسی دو سی دو ره دو سی لا سی دو سی لا سی دو ره دو سی لا سی دو سی لا لا سی دو ره فام ره دو سول فره دو 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 سی دو ره دو سی لا دو لا سی دو لا سی دو دو سی لا لا سی دو ره می می ره دو می می ره دو دو سی دو سی دو دو سی لا دو لا سی دو لا سی دو دو
re. Re do si la do re si la re do si la re do si la do re si la do re do re. Re do si la do re si la do si la re do si la do re do si la si do si do si do si la si do si do si do si la fa fa re do si la fa fa re do si la si re do si re do si re do si la do si la do si la do si la si re do si re do si re do si la do si la do si la do si la la si do fa re do sol re do si la do si la la si do fa mi re do sol mi re do si la do si la fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi sol fa re do fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi sol fa re do re mi fa mi re do si la do si la si la do la si 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 do si do re do si la si do si la si do re do si la si do si la fa fa re do si la fa fa re do si la do la si 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 do mi re do la si do mi re do la si do si do re si re do si re do si re do si re do si do mi re do la si do re do si la si do si la si do re do si la si do si la فا لا. قطر از دو دیز شروع میکنیم، میگیم دو لاسی دو لاسی. بعد از چنگ نقطه دار دو لاشنگمون چپ هست در این قطعه. دو لاسی دو لاسی دو لاسی دو، یعنی راست چپ راست 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 چپ راست راست. این پنجه تکرار میشه. انگشت اول میره رو دو می ره دو لاسی دو، سی هم که کرون هست چپ راست راست. دوباره تکرار میشه. میبینیم که نوت دو دیز شاهد زابلمون خودش رو نشون میده در این قطعه. دو سی دو ره چپ راست راست، سی ره دو سی ره دو سی ره دو سی ره دو سی دو، یک میایم پایین میره دو. اینجا میره مضراب میزنیم، ره اشاره میدیم، دو ریز میره دو لاسی دو چپ راست راست. انگشت اول میره رو سی دو ره دو پژواک سی لا سی دو سی پژواک لا. تکرار میشه این مجموعه. بعد میایم از لا شعر رو شروع میکنیم. سکوت لا سی دو ره، لا به سی کنیم یک میاد پایین، دو دیز داریم ره پایین، فا سولی رو خواهیم گرفت، فام ره دو. حالا سول دیز با انگشت چهارم به فا اشاره میده، سول ره دو دو سی لا. انگشت چهارم دو رو میگیره، دو لا سی یک میاد پایین، راست چپ راست 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 دو سی لا. دوباره همون شعر به یک وجه دیگه تکرار میشه. لا سی دو ره می، اینجا گلیساندو میدیم از می به فا، می ره دو. حالا می به سول، می ره دو. انگار میخواد تداعی کننده فام ره دو سول ره دو باشه. بعدش میگیم دو سی لا. بعد اون جواب رو دوباره تکرار میکنیم، دو لا سی دو سی لا. میریم پایین میگه دو ره. به جز اون سیاه میزان اول دو میزان هم باز ره رو میکشیم. بعدش میگیم ره دو سی لا. اینجا کنده کاری داره، ره دو سی میاد انگوش دوم سی لا، دوم میاد رو دو ره سی لا. این حالتهای چنگ نقطه دار که در این قطعه دیده میشه باید خیلی دقیق اجرا بشه و یکی از خواص موسیقی مطربی یا روحوزی استفاده از همین چنگ های نقطه دار در طول قطعاتشون هست. دو ره سی لا، بعد دوم میاد رو ره دو سی لا، همون حالت کندکاری ره دو سی لا. دوباره جواب میده دو ره سی لا.
بعد از اون میگیم دو ره دو ره مثل قبل ره دو سی لا. جواب میده دو ره سی لا، دو دو سی لا. حالا از ره ره دو سی لا، دو ره دو سی لا، راست چپ راست راست راست، سی دو دو سی دو، انگشت اول اومد رو سی، دو پشواک داره، سی دو سی لا، سی دو دو سی دو، سی دو سی لا. میریم شعر اصلی که ترجیح بنده اصلیمون هست فام ره دو 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 سی لا. جهت زینت داره فام ره دو، چپ راست میتونیم بزنیم، راست راست نمیتونیم بزنیم، فام ره دو 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 سی لا. یه میزان سکوت، بعدش دوباره میگه تعدیلش میکنه ریتمو، فا ره دو 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 سی لا. جوابش در پایین سی ره دو سی ره دو. اینجا اول چنگ نقطه دار دولا چنگ داریم، بعد از اون چنگ دولا چنگ نقطه دار. باید به این حالتش دقت کنیم، سی ره دو سی ره دو، سی ره دو سی لا، دو سی لا، دو سی لا، دو سی لا، راست چپ راست 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 چپ راست چپ راست راست، راست چپ راست 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 چپ راست چپ راست راست. میریم در بالا دوباره مثل شعرهای قبلیمی که داشتیم، لا سی دو فام ره دو سوف ره دو 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 سی دو سی لا، دو پشواک داره، دو سی لا. دوباره تکرار میشه، لا سی دو فام ره دو سو می ره دو 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 سی، راست چپ راست، دو سی لا دو سی لا. حالا میریم مخالف که به فاصله قرار میگیره. مخالف فا می فا می فا می فا می فا می سول، انگشت چهارم، فام ره دو در سیم زرده، دو ره می فا می ره دو 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 سی دو سی لا، دو 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 سی لا، دو دو سی دو سی لا. پشواکایی که روی دو داریم رو دقت داشته باشیم. بریم پایین میگیم دو لا سی دو لا سی دو لا سی دو، دو لا سی دو لا سی دو لا سی دو، سی دو ره دو کندکاری سی لا، سی یک میاد پایین، دو کندکاری سی لا، سی دو ره دو کندکاری سی لا، به سی یک دو سی لا. بعدش ای تا اف رو تکرار میکنیم و بعد ای تا بی. نهایتا هم میگیم لا فا لا. قطعه رو به صورت صد اجرا میکنیم.
ناز کنی باز تو دلدار منی. در ناز کنی عشق کنی تو گل بیخار منی. حالا دیگه مال منی، جان منی، یار منی. حالا دیگه عشق منی، قلب منی، روح منی. شیشه بابا رو نشکنی. بابا کرم دوست دارم، بابا کرم بیا برم. چه خبر هست تو را دادی که شبها دارم. به خدا ای گل من با تو سخنها دارم. ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم، ای دریغا که ندانسته گرفتار شدم. اول عیش و خوشی نزد تو من کار شدم. وای وای دار شدم، باز گرفتار شدم. کشتی ای گل مرا با نگاهت، تا سپردم سر و جان به راحت. کشاندی ما را به عشق و مستی، دل خونین غم به غم بشکستی. بابا کرم دوست دارم، بابا کرم بیا برم.